भाई इधर आओ, इधर से इंशाल्लाह قطعی دخترچه میریم انشالله که سوق سلامت مییم. تو خیش تا باشه برام چندین گپا در چندین کارا در لذت کردن گفتن ای پول خورده دیگر کار کرده. ای bolshinstva u nas es 90% уже план лечения. $8400 فقط پول دخترا دوستان عزیز. پول ویزا، راه پول خوردن گسنیسه یاش به حساب دوستان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. خوبه؟ وطن انگلیش میشین در این دیگه مراتبه آمده سه کار نجا گفتن ختم ویدیو کنیم. گفتنیم که یک جنوب همین هجومات سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما اینا یا برآمدم اکم یانو گوپیو غامدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم. اینا کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایسر میگیرم. شفاش الله میتونه که سبب میشه بهترین. هزار احمد باکی عبدالله کی از سخنهای بهترین میشه. سلامت باشین. هزار احمد آقا آمود باشین. خوش آمدید برادر جان. شما میتونید برادر جان در هجومای ما نه اینکه فقط هجومه است، کاستاپراف، مانوال مساج، بغیر زی مساج پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست. برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره، ان شاء الله بنویسین و با شما با اردی کردن میفرماییم. همه کسا خوش اومدید. سلام علیکم برادران. این ما سفر داریم به هندوستان. نمودی اپراسیون ما معلوم شدگی. ان شاء الله قطعی دخترچه میریم. ان شاء الله که سوق سلامت مییم. ان شاء الله که سعادت میشه. خیر خداوند همون آدمایی که دستگیری کردن ما را خداوند نگهبانشون باشه و در حزب امان خودش نگهبانشون باشه. هزار رحمت کلان به مهاجرا و کسانی که ما را دستگیری кардан. Хазор рахмат. Здравствуйте, я доктор Арпит. Короче, сегодня пациент с нами улетает. Мы большинство обследовали. И большинство у нас есть 90% уже план лечения. Дай Бог, все будет нормально. Будем оперировать и помочь им, бедного девочка. Спасибо. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم تحصیلات خانواده هستین. خداوند نگهبانی هر یکی ما شما باشد. الحمدلله با کمی مشکلات زندگی نتونستیم که ایرپورت بریم همراه خواهر بخچک. دوستان عزیز، هر برادری که ما را میشناسد میدونن، برادرای نزدیکی در قبال موندن میدونن که چی واقعه شد. الحمدلله خدا را شکر، همش به خاطر الله مهربانه میگذره ان شاء الله. دوستان عزیز چی گفتنیم که الحمدلله مادر عزیز پدری که ای غریبی اومد امید داشتن که فرزندشون برن با آرزوشون رسیدن. مادری که در روی اکران نالان گریه شد، مادری که تا خیش تا باشه برام چندین گپا در چندین کارا در لذت کردن گفتن ای پول خورده دیگر کار کرده. ما دوستان عزیز چخیلی که در نوار پیشین گفته بودیم سه واریانت، ای سه واریانت یک چه انتخاب کردن در همجا بعد انالیز پوری گپ زدن که همین قدر مبلغ میشود تا 8000 چند دلار، 8000 چند دلار ده 8500 دلار میشه یا 8400 دلار فقط پول دخترا دوستان عزیز. پول ویزا، راه پول خوردن گسنیسه یاش به حساب دوستان عزیز. نفرای بودن ما را نرخ نوای دیگر گفتن گارانتی دوستان عزیز. بسیارات می نویسن که نشد هندوستان ماشین کنی خیلی نه 100% در گپ شما هم فکرم میدونم که ماشین کش به نهایت بسیارن. از اون جمله همین پدر عزیز گفته بودن که 16000 دلار در کورای 16000 دلار این بعد هنوز دوستان عزیز. شکرانه الله مسئله گارانتی اجدا ما را 90-95% گارانتی دادن. گفتم بعضی حالتایی هست که میشه که
ما موفق میشیم. لیک ما با یه امید کلان رفتیم 90-95% گارانتی. با این خاطر دوستان عزیز پدرشم گفت مادرشم گفت این پول مردم جمع کردگان ما دیگر واریانت نداشتن که در ترکستان کنیم در روسیه کنیم در یگان جای دیگه. یگانه واریانت هندوستان بود. یگانه واریانتی که بغضای واریانت نبود. هر روز دختر 5% میکرد این الکای سین سالش رفته سای میدونین دختر با 18 هست همه خانه‌دار میشه شوهر میکنه پای زندگیش. با همین خاطر پدر مادر در واریانت نبود. یگانه واریانت چی بود؟ بردن هندوستان. الحمدلله دیروز پدر عزیز همراه خواهر عزیز و دکتر ارپید که ما نوار پیشینه همراه صحبت کردگی بودیم خودش گرفت برد دوشون. یک قلای غلطی که ایرپورت هم مزاب نکردن رفتنشون دیروز همراه ما تماس برآمده که الحمدلله اینا گوش کنیم برادران عزیز. سلام علیکم اتیاسوزی تنجی سلامتیت خوبه. ما اومدیم همینجا در رسیدیم. این رو ساعتی 11 بالنیسه میبرن مناکه جان. همه 100% که ما ساق سلامت رسیدیم. گستینسهش خوب همه شرایطش زور نصیب انشالله. پگاه چیکار میکنیم؟ میریم بالینسا. اگه میروند میبینن با یک بارگه در اونجا توموگرافی میکنن همه را میبینن و چی پرابلم چی مشکلی مثال جراحیش چند قدر میکشه. برای ما 15 روز گفتن که در هندوستان میمونه. همش میکنن با برای شما دستکنن نوار میکنیم ایشون میتیم. دوستان عزیز که چی گپ چی کارای. با این خاطر دوستان عزیز به نهایت کاری خوب کردیم که یک مادر خرسان کردیم. پدرش هم مسکو خیست اومد همراه دخترها. اول ما هر دو شد رو پرو کم بسیار یاد بعد نوار ما نوشتن که ما دائم دخترها در کره همه تا نمره دادم. کسانی که نمیدونستین باز در کامنتر بنویسین نمرهشون میتونم. چندین نفرای دیگه کارشون پشتی اکرانی حل شده سای پول دارن مبلغ دارن نفری ندارن که همین سی وی از توری کنن. همین چیزا ما کردیم دوستان عزیز. رفتم فقط انتظار چی میشم؟ انتظار جراحیش. کو جراحیش خیلی میگذره چند قدر وقت در اونجا میسن. فقط یگانه امید ما چه ندیجه ما چه در عمل کاری ما یک کس نویس که اکریم چند کس بردگی مردگی بنابتی و خدا قسم یگان چیز در دست من نیست. برادر جونو شما خودتون پرکراس نمیدونین مرگ ای در دست پروردگار در دست رحیم جانه. با همین خاطر الله همه تا نگهبان باشه برادران عزیز. میدونم یک خیلی سخت میرسه یک خیلی هم میبینی پیشروی کاری همین دو درتون یک بچه دهاتی را به نهایت غضبی میشه که یک بچه که پشت اومدگی امروزی کارا پیش بودیم. من هیچ نکردم. می همش بود دستگیری شما پادپیشکای عزیزای. الحمدلله امید کلان داریم که پیشروی خوب و بهتر در پیش میکنیم همه کسا یک جا. باز ما یگانه نفری که حاضر روی که هندوستان خواهری بخچک بود یعنی دختر 13 ساله. حاضر انتظار میشیم چی گپ میشه. هر کسی که در پخش مستقیم برادرها یا لایک بچکن یا کامنتر درک ندارین خبر خوش انتظار شین که آید خواهر چی میشه. فقط دوباره فراموش نکنین در کامنتر در حق خواهر بهتر خوبتر میشه. भाई भाई इधर आओ इधर से vio acá ese vio